ما الان دنبال راه اندازی و احیاء واحدهای تولیدی هستیم، واحدهای نیمه تعطیل یا تعطیل. آماری که به من دادن بیش از 4000 واحد تولیدی احیاء شده که خب این افتخاری هست. ما رفتیم تو استان‌ها و آثارش دیدیم، اما اینکه واحدی الان تعطیل بشه اصلا توجیه نداره. کارخونه نباید مجازات بشه. اگر کسی تخلف کرده متخلف مجازات بشه، نه کارخونه، نه کارگران، نه اشتغال، نه تولید. آقای خاندوزی و آقای فرزین اعلام کنید به مجلس، بگید این میزانی که در قانون قرار دادید برای بانک که پرداخت کنه تسهیلات، اصلا این امکان وجود ندارد و اگر داریم بانک پرداخت نمیکنه، با بانک باید پیگیری بشه، برخورد بشه. این بده که ما یه جایی بگه با تسهیلات بدید، بعدم برن تسهیلات پرداخت نشه، چه مسکن، چه ازدواج، چه مسئله خانواده، چه در رابطه با کسب و کار و هر چی دیگه. رضایت مردم برای اون بسیار مهمه. مردم انتظار دارن دولت اون چیزی که میگه عمل کنه. مولدسازی خوب منعکس نشد. اصلا در شورای اقتصادی سران قوا هیچ قانونگذاری انجام نشده. قانون رو مجلس گذاشته، چه برنامه و چه در بودجه سنواتی. مسئله عبارت این بود که چه بکنیم این قانونی که سالهاست گذاشته میشه اجرایی بشود. اصلا مولدسازی عبارت از روش اجرای قانون برای مولدسازی دارایی‌های دولت که سالها هر وقت نگاه میکنیم میبینیم درآمد از این طریق حاصل نشده است. راه این بود که چیکار کنیم درآمدش حاصل بشه و پولش هم هزینه بشه در جهت تولید، در جهت اون مصارفی که بتونه کشور رو در واقع دارای رشد اقتصادی بکنه. هم وزارت اقتصاد دارایی به صورت جد و مجاهدانه باید دنبال کنه کار رو، هم آقایون استانداران تا حاصل بشه.